و اگر ما و شما خلیفه خداوند هستیم، باید خداوند ما و شما را توانمند گرداند. چون اگر ما ضعیف باشیم و ناتوان، نمیتوانیم خلیفه خدا باشیم. چون خداوند خلیفه و جانشین ضعیف و ناتوان و درمانده و بیچاره نمیخواهد. در نتیجه این همه نعمت‌های مادی و معنوی خوب و توان آفرین بی خاصیت خواهد شد. جا داره تشکر و قدردانی بشه از همه عزیزان و سرورانی که سبب این مجلس پرخیر و برکت شدن. امشب در این روستای بسیار خوب و ارزشمند در جمع بسیار صمیمی و علاقمند در خانه خدا، خداوند همه جزای خیر عنایت بفرماید و اهدافی که برای این برنامه ها پیش بینی کردن خداوند تحقق ببخشد و اینو قطعا و یقینا بدانیم که تحقق بخشیدن به اهداف و نیت ها و طرح‌ها و برنامه ها در حقیقت عزم و اراده ما و شما می‌خواهد. ما مسلمانیم و نمیگیم که توفیق خدا لازم نیست، ولی خود خداوند گفته توفیق من تصمیم شماست، اراده شماست. از کجا بفهمیم که خداوند توفیقاتش رو برای انجام کاری نصیب ما کرده؟ این که تصمیم بگیریم و اراده بکنیم و قدم برداریم، توفیق خداست دیگه کدوم توفیقی میخواییم؟ اگر دیدید که برای انجام کار خیری برای جامعه‌ای که خودت جزو اون جامعه هستید نصیبت شد، قدم برداشتید، همین توفیقه. پس در حقیقت خواستن و تصمیم گرفتن و اراده کردن توسط ما و شما بندگان خدا، این توفیق خداست. چون خداوند می‌فرمایند وقتی که بنده من تصمیم برای کار خیر گرفت، من همراهشم، منو جذب خودش کرده، همراهی منو برای خودش تضمین کرده. و خدایی نکرده وقتی که انسان تصمیم به کار بد میگیره عملا توفیق خدا رو قیچی کرده، یعنی نخواسته که خداوند جایگاهی در برنامه های او داشته باشه. چون خداوند به شر که راضی نیست، به کفر که راضی نیست. بیده الخیر، بیدک الخیر، خیر در دست توست. این تعبیر درست نیست که بگیم خداوند که توفیق کار شر نمیدهد، توفیق فقط در کار خیره. شر که توفیق نمیخواهد، شر سلب توفیق میطلبد. اگر موفق شدید، اگر فکر کردید که میتونید کار شر رو انجام بدید، حتما تجدید نظر بکن، چون سلب توفیق خدا شدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این آیه رو اگر درست هضم بکنیم مشکل حله. دیگه کسی دست رو دست نمیذاره خدایا کاری برای من بکن. خدا هیچ کار نمیکنه. خدا دیگه چه کار بکنه؟ چه انتظاری دیگه از خدا داریم بعد از اینکه خدا به ما عقل داده، بعد از اینکه خدا به ما درک و شعور داده، بعد از اینکه خدا به ما چشم و گوش و احساس و دست و پا داده و فکر و اندیشه داده؟ دیگه چه انتظاری از خدا دارید که بگیم خدایا ندادید تو دیگه چی بده؟ خداوند پذیرفته که تو جانشینش باشی. انی جاعل فی الارض خلیفه. از این دیگه صریح‌تر صحبت بکنه. خدا خیلی صریح داره صحبت میکنه. انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی شما. خداوند دوست نداره جانشینش ضعیف باشه، پس خداوند پذیرفته که ما جانشین خدا باشیم. سوال اینجاست آیا ما پذیرفتیم که جانشین خدا باشیم؟ خدا که پذیرفته، اعلام هم کرده، به صراحت هم گفته. آیا ما و شما پذیرفتیم که جانشین خدا باشیم؟ شاید بگیم بله ما پذیرفتیم که جانشین خدا باشیم، ما نمازخوان خیلی خوبی هستیم. یعنی شما فکر میکنی اگه نماز خوبی میخونی جانشین خدا هستی؟ من که فکر نمی کنم. نمازخوان تنبله، نمازخوان بی فکره، نمازخوان بی شعوره، نمازخوان بی سواده، نمازخوان ضعیفی که نمیتونه متحرکی رو، ساکنی رو در جامعه متحرک بکنه و رخداد آفرین باشه و تحول آفرین باشه، این رکعات به درد چی میخوره؟ امروز اونقدر تعداد رکعات نمازها داره زیاد میشه و روز به روز ما ذلیل‌تر داریم میشیم و اسیر دست کفار داریم میشیم. اصلا نمیخونه، با فرهنگ جانشینی خدا نمیخونه که تو زیاد نماز بخونید و روز به روز ذلیل‌تر باشی در دنیا. دیگه کجای دنیا مونده که دشمن خیمه نزده باشه و پایه هاشو نکوبیده باشه؟ جای دیگه مونده؟ یه جا مثال بزنید. شما فکر میکنید که تو مسجد الحرام هم پایگاهش نزده؟ زده دیگه، حتما با خودش بیاد، فرهنگش آمده. طرف من خودم دیدم طواف خانه خدا میکنه، جواب موبایلش هم داره میده. یعنی اونجا معنی لبیک نفهمیده. قبل از اسلام مشرکین طواف میکردن، سوت میزدن، نیمه لخت کف میزدن، سوت میزدن. الان هم کنار کعبه سوت میزنن، موسیقی میخونن، آهنگ میزنه براشون. احرام پوشیده، لبیک هم گفته، جواب موبایل هم داره میده، هم داره میچرخه. تهاجم فرهنگی یعنی بسط نفوذ دشمن و کفر بر ممالک اسلامی. بسط نفوذ کرده، توسعه پیدا کرده، آمده تو قلب ما و قلب عالم اسلامی خیمه زده و پایه های خیمه هاش هم محکم کرده. قرآن هر آیش یک قاعده برای زندگی کردنه. هر آیه قرآن یک قاعده زندگی است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یک قاعده است. اگر میخوای بهتر زندگی بکنید این قواعد رو باید به کار بگیرید. اصلا یک سوال، آیا ما و شما که جمع شدیم اینجا میخواهیم تغییر بکنیم یا نمیخواهیم؟ خواهان تغییر هستیم یا نیستیم؟ به این نتیجه رسیدیم که باید تغییر بکنیم یا نه؟ تغییری در خودمون، در خانواده، در جامعه به وجود بیاوریم یا نه فقط مستمع آزاد باشه که نشه رو شما حساب کرد، نشه رو کسی حساب کرد. شما فکر میکنید خداوند گفته که
برای هر حرف قرآن 10 تا حسنه ثواب میدم. پیغمبرش گفته و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر حرف قرآن 10 تا حسنه بدون فهم. شما فکر میکنید خدایی که برای هر حرف قرآن بخونیم معنیش نفهمی 10 تا حسنه بده؟ منظور خدا همینه؟ با وجودی که 10 تا حسنه میده. یعنی شما فکر میکنید که قرآن کتاب جمع‌آوری ثوابه؟ خیلی اشتباه میکنید. اگر کاسه دستمون باشه فقط ثواب جمع بکنیم خیلی اشتباه داریم میکنیم. مگر اینکه در زبان عرب خواندن به معنای فهمیدن و عمل کردن باشه، وگرنه خدا رو متهم میکنیم. عرب اگر گفت اقرا یعنی بفهم و عمل کن. اگه عرب بگه که اقرا فقط بخوان و نفهم، هیچ تفسیری نیست مگر این که اقرا را تفسیر بکنیم به بفهم و عمل کن. بخوان و بفهم و عمل کن، وگرنه خدا رو زیر سوال میبریم. یعنی اگر بگیم بخوان و نفهم، خدا رو بیهودگی و پوچگرایی متهم میکنیم. خدا دیگه حکیم نیست، چون کلامی رو فرستاده که بخوانیم و نفهمیم. در نتیجه اقرا را بسم ربک الذی خلق باید خواندنی باشه که رب در اون خواندن شناسایی بشه. بشناسید، با خواندن شناخت رب حاصل بشه و خواسته های رب. فهم قرآن یعنی فهم خواسته های رب العزت و الجلال. فهم قواعد زندگی. الله یک طرف قضیه است، ما جانشین الله، بندگان خدا، خلق خدا یک طرف قضیه است. دنیا میدان به نمایش گذاشتن طرح خدا، طرحی که طراحی کرده. مجری طرح ما و شماییم. بحث ثواب نیست، بحث تحقق بخشیدن عبودیت و بندگی خدا در زمین و زمان، در دنیاست. کاری به ثواب نداره. قرآن فرستاده شده که عبودیت و بندگی خدا تحقق پیدا بکنه و ما جانشین خدا مدیریت زمین و زمان بکنیم با بندگی خدا و توحید و عقیده و شکر و اخلاق و به نمایش بگذاریم. طرح قرآن و سنته. ما باید طرح خوب بشناسیم. و رتل القرآن ترتیلا. اینجا دوباره رتل به معنی فهمه، وگرنه نمیگه خدا، میگه سرسری بخون، میگه و رتل القرآن ترتیلا. قرآن رو شمرده با فهم معنا بخون، چون قرار شده تو این طرح رو پیاده بکنید.